سلام و درود خدمت همه عزیزان گرامی. امیدوار هستم که جور و صحتمند باشین و سلام ویژه دارم خدمت مهاجرین افغانی که در ایران هستند و در شرایط سخت و نگرانی و پریشانی به سر میبرند. عزیزان گرامی، خواستم که یک موضوع را با شما شریک بسازم. کسانی که در استان کرج هستین، پروسه ثبت نام نوبتدهی برگه های سرشماری در این استان هم آغاز شده که در نخست شما میتونن که از طریق نت کلاب ها و همچنین از طریق گوشی که خودتان هم اگر بلد باشین میتونن که این پروسه را اقدام کنین و خود را شامل این پروسه بسازین. عزیزان گرامی، یک عده کسانی که تا الحال را در فضای مجازی در کامنت ما را گفتن و همچنان در بعض ویدیوها متاسفانه که نه تنها ما را بلکه خیلی کسای دیگر هم می گپا را گفتن که شما دروغگو هستین و دروغ میگوین و من این است و آن است. دوستان عزیز، ما میخوایم باز هم یک حرف با شما شریک بسازم که برگه هایی که امروز برشان نوبت داده میشه، ایرا ما و شما به طور کامل 100% گفته نمیتونیم که برشان برگه خروج میته. نه، برگه خروج نمیته، بلکه برگه های تمدید میته. دوستان شاید شما در اونجا یک برگه سفید هست، در اون برگه سفید تمام مشخصات هست که نام شما و مشخصات شما و مشخصات فامیل شما. اگر مجردی هستن مثلا هم تنها نام خود شما هستن و شما را میگه که مثلا فلان تاریخ و فلان تاریخ شما میایین که در فلان ساعت و فلان مکان بیاین تمدید کنین. دوستان عزیز، یک عده کسا درست است برگه های خروج گرفتن. ما به این باور هستم که او برگه های خروج خودشان گرفتن، بلکه شاید برشان از طرف دفتر کفالت یا از طرف اداره امور اتباع داده نشده. شما برین بسیار با دل باز با جرأت برین در این پروسه اشتراک بکنین و خود را ثبت نام بکنین. هیچ کدام گپی نیست و هیچ کدام تشویش نیست. هر کسی که ما را دو میزنه، هر کسی که ما را دشنام میته، ما به دشنامشان مشکل نداریم، به دوشان مشکل نداریم. میفهم که در هر جای یک عده کسا هست که تلاش میکنه که در هر پستی که بگذاری تلاش میکنه که دشنام بده و ما به دشنامی کسا زیاد ارزش نمیتم. فقط تلاش ممی هست که هموطنای عزیز ما از ما راضی باشه و یک عده کسایی که واقعا مشکل داره و هیچ آگاهی کامل نداره، اونا باید آگاهی پیدا کنه، اونا باید معلومات بهشان داده شود. به می اساس امیدوار هستم که دوستا شما هم بتونن که در این پروسه اشتراک